ای شام تو و روزگار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. برگرد برگرد، برو با چری؟ تیر شو برجو، چری برجی برو. تیر شو برجو، خو آنی برو. نمایه که رایه، تیر شو برو با، برو که تو رو از حال بدتر میکنم. خو چری امیر رای آنی تیمی. لالا جان این تا برو. باشه بیا تیر شو، بیا برو تیر شو، بیا برو تیر شو، چکاره بیا برو تیر شو، به تو میگم یلا خود هستمه آنی بیا برو، او یلا کو کما عمر یلا آنی بیا برو تیر شو، چری؟ بیا تیر شو، برو برجو، برو برجو. تو انانی ما بیتری دومات ما، خود چری برو برجی تو انانی ما دومات ما بیتری. نه برو برجو تیر شو، نه تو دومات تو چکاره برو بابا تو میگم برو. عجیبه کجیره الاف کنه، تیر شو برو برجو بستکه. آنی برجو چری؟ دیگه از این میرانمی خط سیاه کشیده هم اینجا که دیگه به زی برجو نمیای، تو رو برجو منی برجو اینجا باشه. او یعنی چی براره و تو من ادمون دیگه تیر کردی به این وقت امی چی موضوع چی دلیل داره؟ موضوع دلیل داره باشه، همه مردم که خلاص شد دست آخر میگم تا قاف قیامت تا 40 سال قاف قیامت تیر شب میگه بشینی مردم خلاص نمیشه که تو بگی خوبه ما بگو که ما بفهم مسلط همه کدی من همه مردم کنه میگم، مردم محلر میگم. اون دلیلی چیه؟ دلیلیو دلیل تو رو برجو منی برجو دلیل داره. خود چری؟ تو دونه صدگیش تو خود مال میراث نابخش ما و تو داری نه که چکاری؟ ای شم تو لسوز که شب دراز سنوز، یا مولا دلم تنگ آمده. بازی بر می بیایی نه میرم برا خو میرم شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. دین دا 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 دین دین. پروین تو برا به جای خود ساکت باش، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا. کجا بخیر؟ ای ماما لیلا تیرشو برا رو بر چره؟ از این اینجا تیرشو برجو. این مد باز از کی شده؟ چی؟ که تو سرار بگیری که تو تیر شو برو از برجو که من نصف راز برم دور خورم از پل دور خورم بیام برم بزو برجو. این مد باز کی شده؟ این مدمینه که تور بزو برجو مر بزی برجو. چطور بزو برجو میبزونی؟ امیته از وقتی که من خوریاد میدونم وقتی همین خاله همین سیاه سفید شده همین راهیه که مردم از این راه تیرویر میشه. تو حال مر میگردونی که من از برجو برم دفت کن تا صفامو بشکنه. این به تو باز کیاد داد که تو بیا سر را مردم رو بگیره؟ همین که به تو باشه که بگه برو بابا برا کار خو برو برجو مری برجو دیگه. چه چکار کنه چرا با آدمگیری گرم زنک بود دست پا بشکنونی؟ با خاطر که تو کی بشکنه. نکرد اینجا بیا بشینه؟ کی؟ تو کی بود اینجا بشینه؟ امیره نه تا مثل تو مثل سرگیه مثل که علیا با دست شما چکار کنه؟ وقتی برو اثر را که مردم تیره بیر میشه. برو تیرشو بر من خدا تو بتا همیجوی نقاب میکنم به پیرت تو باف نکده مثل من یا بگم گیلگو من بسر غار نشد بتا همیجوی میندازم به خدا مزای بدونم که مگاری نیه. تیرشو برجو برو من به تو میگم تیرشو برجو آنی برجو آنی تیرشو بالا شو بگو خود تو رو برجو مری برجو گیلگ آنی من میرم با تا اقل پاس میام دیگه تو اینجا نبینو شیشته بشی. خوبه آنی من با تو بگفتم با میرم به زو جو دگه به کدو جو دگه او جو دگه خود سر میرار بند بکو به این غله یاری اگه ما تو نیم روز فرش زمین نکنه مکنه نفهم که مالا کجا تیر شما تو مرا بزی بر تو رو برجو تیر نچی نیلیلا اگه تیر شدی آدم بیاغرم و مثل تو من منطقه خود پیدا نمیشه بخیر. اگه تو تیر شی اگه من سنبت کنش کسم اسم عمل بگردم سیا نرمه سیا توبه توبه سیا خل نبینه سیا مر میبینه
سیاه نرمه رمضان برای تیر شو برجو چرا؟ تو رو برجو مری برجو تیر شو خب من به قصد تمنیم چره توری برجو مری برجو خلا من به قصد بیخی تو من میگم 10 جو برتر خدا جو یک جو اینجا خب اصلا تو 10 جو فکر کن خود دا جو خود خود مار بیشتر کن همه مردم خب چی میای تو؟ تیر شو برجو البته مال میراث نابخش کرده خودی مداری که به خدا می تشفات با تو بزنه که کلی تو به دیوال بخوره گوسپند فکر کردیمه تیر شو برجو چکاره خود بارا او برجو من کتر نمیخورم چکار شده این برجو البته افتاده تو انانی ما و دومات ما بیتری من خود مادر و دومات سرقی خود مقایسه میکنه مثل شما 10 تا به سر توش نمیبرم پس میارم اصلا هیچ کدوم از این مردم دل خود خانواده خود مقایسه نکن شما بس هم سرقی تو سرغینی اگه سرقی نباشی ما خاطر همه بلوک دیونیم تو سرغینی صد رحمت به دیونه تو برجو چه کار شده؟ تو رو برجو مری برجو اصلا امی اول آخر گپ تو چیه؟ رمضان تو فکر کو برارمه قد تا بالا ما به دل تو بگو خب قطع بالا نشی تو به تا دل مه ما خور میرم سر کله خود امام میکنم یک ما پیش امام کردم میام قد تا بالا ما به دل تو یک دفعه برو بر بابا تو میگم اصلا فکر کن من به او برجو استادیوم ملت بگو اصلا تو برو به او برجو من اینجا استادیوم ده خوب بگو چی؟ بسکن توی برجو بسکن مری برجو بیا برو آن خب چه کاره؟ چی؟ چه کاره؟ کی چه کاره؟ چه کاره بگو باید چه دیگم من میگم تو رو برجو مری برجو خب حالا ما برو خلاصم چی؟ خلاصم حالا تو رو برجو مری برجو خب اصلا الان تو رو برجو می یک دلیلی داره کسی کی تگپا میگه یا خودی هم جنجال میکنه خودی هم کسیده برید میکنه میگه برو تو رو برجو میری برجو یعنی کسیده برید قطع رابطه ما و تو که خودی هم گپ نداشتیم الان بیا آدم از را شروع کردی به زدن نه صبر کن تو پیش اینجا رمضان بگو بیا بالا بیا که پاتو خطا میکنه نرمه نوز شیال میفته که پاتو میشکنه دیشب دوماد ما به سلام آماده خب دیشب دوماد ما بیامد به سلام و خود مادرم و پیرم جنجال کردم غلمغال کردم انا مادرم به دوماد ما گفت دوماد جو تو رو برجو ماری برجو انا ای چیه اصلا تو یک چیز دیگه بگو خب تمام امی قومی شما عباس در دست شما مثل ما همسایا و عذاب نیم فکر کنم به مرور زمان آخر همه میگم تو رو برجو ماری برجو با خاطر که شما سرواده بفهمیدی یک که به بین شما هوشیار پیدا نمیشه که کسی مثلا کپ تا گپ پر بفهمه که چیه تو برو بابا بپرسه برو چی بپرسم بپرسه بگم اگه دومات تو مادر تو پیار تو ایتا گپی بگفتم جنجال کردم نه برو تو خب سه یعنی من میرم از پیار تا میپرسم پیار من بیشتر میفهمم من نمیفهمم همون موضوع جنجال میشه که گپ میگم تو برو پیار من بگو خب سه یعنی من با میرم پیار مونتا به سر را نست که دوباره این کار نکنی گپ من نمیچله من چنچری هرچی میگم نمیچله اصلا گپ ما پشت پیاز یکیه ماما شاگور نه کجا میرفتی؟ ماما شاگور ما دستمی به چیشم گیله گردنم و بند باشه به فقان آمدم من عدسم درد فره کرده به ای برجو به او برجو با تیر شده ای برجو با میگه برو برجو یک چوبی برو دست من سه کنی میبینی به خدا ماما شاگور اسم خدا قسم میخورم که امی گلک زده امی تا درد کرد البته جنگ کردی نه جنگ نکردم میگه تیر چوب او برجو خب میگم درد چیه چه کار شده من که خودی تو پیر پشتگی ندارم سر گوش تو نکردم مال بیراس نابخشی که ما تو نداره که تو خودی من درست کردی تو دو برجو مری برجو کسی رو برید نه ما تو تیر شو برجو او مسئله نداره دیشب همین دوماد ما و خود زن و خود خوشو خواهم تو کمی سرسخن شدم بعد از این گفت از این همی که پیش خوردی تو چه کار کردی و من چه کار کردم من چقدر خوبی کردم تو چقدر که با مدبت دادی گفت از این ها تیزی یک دفعه خوشوی بره گفته که تو او برجو ماری برجو این همی دیگه شیشته بودی همی گفت این وچ کرده و مرکز که رسیده گفته تو رو برجو مری برجو خیال کرده
چیزیه بیتیه. اوه پس این موضوع بوده که گیلک با من میگو تور او برجو مر ای برجو. ای با خود بیتی تیار کرده بر کوچه که بر و هر کس گفته تو رو برجو مری برجو. ماما شاگل با من به این فکر شدم که شما عبای کوچه بخریدین که این میگفت مری برجو توری برجو. نه بابا کوچه خریده میشه، کوچه از همه مردم کوچه کسی میتونه کوچه رو بخره. اوه پس این موضوع بوده ماما شاگل. ای در مثال قدیمه که یکی از یکی دیگه دق میشده میگفت